پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. این آخرین ویدیوی ما در قرن 21 هستش. سالی عجیب و غریب برای تمام ملت ایران و شاید برای تمام مردم دنیا بوده. سالی که به نظر من یک سال از عمر همه ما هدر رفت، چون این کرونا و لاکداون و بسته شدن همه جا واقعا همه مردم رو اذیت کرد. ایرانیام که بیشتر به خاطر گرونی و اتفاقات عجیب و غریبی که افتاد، بالا رفتن قیمت یورو و دلار و ارز و گرون بودن اقلام خوراکی و هر روزی که مردم صف می‌بستن برای یک اقلام، این باعث شد که شرایط برای مردم ایران هر روز سخت و سخت‌تر بشه. شمار جانباختگان زمین‌لرزه داده فوتی‌های ناشی از کرونا. به معظم جان باختن. جان خودش رو از دست دادن. خدا واقعا سلام. 464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. حالا در آخرین ویدیویی که ما در سال 1399 ضبط کردیم، من سعی کردم یه چند تا از این سوتی ها و اتفاقات بامزه‌ای که در حین اجرای برنامه پشت پرده رخ داده بود رو برای شما جدا بکنم. البته سوتی ها خیلی زیاده ماشاءالله و توپق زدن های من اصطلاحاً، ولی خب حالا سعی کردم که یه مقدار کوتاهی از اینها رو جدا بکنم که حال دلتون خوب باشه و حال رویتون عوض بشه. اما چند نکته بگم که در سال گذشته و در یک سال گذشته من بیش از 340 تا ویدیو به همراه تیمم تولید کردم که فکر کنم یک رکورد عجیب و غریب برای تولید محتوای اینترنتی باشه و سالی عجیب و غریب و پرهیجان بود و سوژه‌های مختلفی رو ما پوشش دادیم. بیشتر سلبریتی ها و سبک پاپاراتزی که قطعا خود شما میدونید و درگیری هایی که من با افراد معروف شبکه‌های مجازی اصطلاحاً شاخه‌های مجازی داشتم، لایوایی که میذاشتم و البته انتقادات زیادی هم نسبت به این لایوهای ما بود، ولی خب دلایل منطقی خاص خودمون رو داشتیم که حالا بعداً اگر فرصت بشه نسبت به اون لایوها و صحبت‌ها توضیح خواهیم داد.
اما قبل از اینکه اون سوتیا رو من بذارم و اتفاقات باحال برنامه پشت پرده رو، یه نکته بگم که به رسم ادب و احترام یک یادی بکنیم از عزیزانی که یک سال گذشته جان خودشون رو از دست دادن، هنرمندها، فوتبالیستها، بازیگرها و افرادی که برای خیلی از ما مردم عزیز بودن. بریم یک وله کوتاه ببینیم از کسانی که در طول یک سال گذشته جان خودشون از دست دادن. بیایم با شما هستیم. بله، خدا رحمت کنه این افراد رو و آرامش بده به خانواده هاشون که فکر کنم تلخترین اتفاقش که رخ داد از دست دادن دوتا عزیز بود، مهرداد میناوند و علی انصاریان، که مردم شوکه شدن که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون از دست دادن. خیلی از عزیزان ماها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون از دست دادن. یه اتفاق عجیب و غریب بود. هر روز منتظر بودن مردم که یک خبری بیاد از تولید واکسن کرونا و حالا چند نمونه هم اومده و دارن به مرور تزریق میکنن. امیدواریم که این اصطلاحاً بیماریه، نمیدونم ویروس چی بگم، امیدوارم که این ویروس عجیب و غریب هر چقدر زودتر شرش کنده بشه. بریم ببینیم این سوتیه ما رو که شما باعث شد که بیان این ویدیو رو ببینید. بیایم با شما خواهیم بود. این مسابقه بلد بودن تخم و مرغ‌های داورها رو خوب آبپز بکنن. ای افتخار ارتش برره، ای مارشال پتن، ربات تشخیص داده نشید. از اینا بلد نبودن از این دوتا کار رو انجام بدن. کی به تو اجازه داد حرف بزنی؟ سرپهلوی قربان این حرف نبید چه؟ این پادشاهی بی راه بگید که نظرتون راجع به این برنامه. ها به او دست نزن، پر بیدا. طرف یه خیارم میدید تحریک میشد، موز رو میدید ارضا میشد. بردن دعواشون رو یه جای دیگه. اومدن و قانون تصویب کردن که قیمت بسته‌های اینترنتی افزایش پیدا بکنه. یعنی این یک قانونی بود که ماشاءالله برای مردم بود و دمشون هم گرم. ستون جونم. خانومت اومده منیشه خانوم. انگلیسی صحبت کن. کجایی تو؟ من ببینیم این شماره رو داده بودم، ما فامیلمونه که بابام اونجاست، من زنشم آقا ماشاءالله. نمیگه که زن بچه گرفته خوابیده این همه راه خسته گفته. خیلی آره میدونم خسته بود. میدونم آره زهر مار. دمت گرم. آره همه میکنه بودا چه عشق من قربونت. دمت گرم. خداحافظ. اومد و یه قسمت دیگه ای گفتش که اسم این
مسابقه استعدادیابی. بعد ایرانی نشسته اونجا، نماینده اینجاش جای مر داره، دمپایی و جوراب سفید نشسته، میگه خب چیکار کنیم بچه‌ها؟ داره همین پرستو مرستو در دافم که نمیده، قانون تصویب کنیم واسه مردم. آقا اینترنت رو زارت گرون بکنید. یک موضوعات طنز رو ساختن که به اون آقا بلاگرا این یارو دیروز اومده تو این استمان مسخره مالیات بکنیم تو پاچش. با خانم این شرایط شما قرار بگیرم خواهش میکنم. یعنی شما ما رو غریبه میدونید؟ بیا برو بله، سوتی و اتفاقات عجیب و غریب و توپق زدن ها در حین اجرای برنامه پشت پرده غیر قابل انکاره و کار ما همیشه با سوتی و توپق بوده. من خیلی وقتا همین که میخوام اجرا بکنم عطسه میزنم. خواهشاً اساتید فن و کسانی که دکتر هستن یک راهنمایی به ما بکنن که ما چرا این اتفاق برام میفته. یک آزمایش آلرژی هم دادم و مشکلی نداشتم، ولی خب میایم دوربین عطسه میکنیم. و خلاصه دمتون گرم که با ما همراه بودید. اگه دوست داریم انتقاداتتون رو بشنویم، پیشنهادات شما رو ببینیم، یه برنامه جدید این اواخر به برنامه‌های خودمون اضافه کردیم به اسم ناکوک که تحلیل میکنیم خواننده ها رو و بررسی میکنیم، مثل حالت برنامه 90 که فوتبال ها رو تحلیل میکنه. ما هم توی برنامه ناکوک میایم موسیقی و خواننده ها رو اصطلاحاً آنالیز میکنیم. یک آیتم جدید هستش که به برنامه پشت پرده اضافه کردیم. یک آیتم ورزشی هم به زودی اضافه خواهد شد که از کارشناسای ورزشی استفاده میکنیم و فوتبال ها و اتفاقات ورزشی رو رصد میکنیم. کار خیلی سختی هستش، اما خب داریم این تیم ها رو جمع جور میکنیم که آیتم های زیادتر و باحالتری رو به رسانه پشت پرده اضافه بکنیم. مسابقه هم داریم. تو سال گذشته من تندیس نقره یوتیوب هم در یوتیوب دریافت کردم. 100,000 تا سابسکرایب ماه هاست که رد کردیم و دم شما گرم. این تندیس و این لوحی که از یوتیوب ما دریافت کردیم بدون حمایت شما و بدون استقبال شما قطعا امکان پذیر نبود. فکر کنم دومین یا سومین ایرانی هستم که در دنیا به صورت حرفه‌ای توی یوتیوب فعالیت میکنه. تندیس یوتیوب رو دریافت کردم و دم شما گرم. این اتفاق قطعاً با حمایت و با استقبال و با اشتراک گذاشتن شما صورت گرفته. سال عجیب و غریبی بود. سعی می‌کنیم که تو سال جدید اتفاقات باحال‌تری رو براتون رقم بزنیم. سوتی‌های بیشتری هم جدا بکنیم. اینا رو من خیلی سعی کردم سریعتر جدا بکنم که برسیم به این ویدیو آخر سالی و آخرین ویدیوی اصطلاحاً قرن و ببینیم که تو سال جدید چه اتفاقاتی میفته. مرسی که با ما بودید. خیلی زیاد ازتون تشکر میکنم و حالا اگر دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که ما دنبال کننده های بیشتری رو هم بتونیم به رسانه پشت پرده اضافه بکنیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. مرسی از شما.